سلام خدمت همکاران عزیز. جهت فارسی بر کردن سنگ یا سرامیک تقریبا یه چیز هلوش 80 سانت تا 1 متر قوطی 4x8 ما گرفتیم. دو تا رو به این شکل درست کردیم با نبشی 3، زیرش هم نبشی 3 کار گذاشتیم که میره توی دل سنگ. از این نشون بده. این نبشی 3 میره توی دل سنگ. این هم با همین حالت. این سنگمون واسه 20 سانتی و 15 سانتی رو میتونین توی این نبشی کار بذارین. سنگ یا سرامیک 5 سانتی 7 سانتی رو میتونین توی این شیار قرار بدین. شیار رو نشون بده. توی این شیار واسه 5 سانتی و 7 سانتی و 10 سانتی. اینجا برای 15 20 13 جواب میده. دیگه لازم نیست 2 نفر اینجا الاف و شقای نگه داریم. اینم به این سادگی 1 نفر هم میتونه اینو کاملا فارسی بکنه. اینم دیگه به هیچ عنوان تکون نمیخوره، از روی میز کار فرار هم نمیکنه. متشکرم.